يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان تو نیز از اهل قرآن باش. والريحان يا حامل به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جابر خداوند از او راضی بود میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند قرآن شفاعت می کند و شفاعت آن پذیرفته می شود. همچنین قرآن دعوا می کند و سخنش تصدیق می شود. هر کسی قرآن را پیش سر خود قرار دهد قرآن او را به بهشت راهنمایی می کند و هر کسی قرآن را پشت سر خود قرار دهد یعنی به آن توجه نکرده عمل نکند او را به سوی جهنم می کشاند. روایت طبرانی. امام زمخشری رحمه الله در شرح این حدیث می فرمایند شخصی که قرآن را پیروی کرده بر آن عمل کند قرآن او را شفاعت می کند اگر یگان کوتاهی کرده باشد و شفاعت قرآن قبول کرده می شود برای عفو کردن همان شخص. و شخصی که به قرآن عمل نکند قرآن بر ضد او دعوا می کند و دعوای قرآن بر ضد او پذیرفته می شود. یعنی چگونه ای که قرآن شفاعت می کند شخصی را که به آن عمل کرده است این چنین دعوا می کند بر ضد آن شخصی که بر آن عمل نکرده است و هم شفاعت و هم دعوای آن پذیرفته می شود و هیچ رد کننده بر ضد شفاعت یا دعوای قرآن شده نمی تواند. علامه مناوی رحمه الله در کتاب ظاهر گفته اند که اگر قرآن بر ضد شخص دعوا کند این شخص داخل دوزخ کرده می شود. به همین سبب شما قرآن را بر ضد خود دعواگر قرار ندهید و وقتی که قرآن بر ضد کسی دعوا کرد بدانید که آن شخص هلاک می گردد چون قرآن بر ضد او چنین حجتی قوی می آورد که رد کردنش ناممکن است و هیچ کس خود را سفید کردن نمی تواند و اگر قرآن شخصی را شفاعت کند بدانید که شفاعت او پذیرفته می شود. علامه مناوی رحمه الله در کتاب فیض القدیر در شرح این حدیث می گویند که قرآن قانون است که سنت و اجماع و قیاس همه اشان تکیه بر آن می کنند. یعنی همه این از قرآن سرچشمه می گیرند. شخصی که اگر قرآن را در پیش خود قرار ندهد یعنی پشت سر خود قرار داده به آن عمل نکند به مانند این است که این شخص بنا پوشیده است اما این بنای او پایدیوار ندارد و این گونه بنا ولنگار خواهد شد. اینچنین اگر شخصی که به قرآن عمل نکند این سبب داخل کردن او به دوزخ می شود. شفاعت کردن قرآن و قبول شفاعت آن به نهایت فضیلت بزرگ است. پس برادر و خواهر ایمانیم خود را از این نعمت پروردگار محروم مساز. قرآن بخوان اگر نمی توانی خواندن را بیاموز بر آن عمل بکن و با قدر امکان به دیگران بیاموز و قرآن را در حیات دستور عملی خود قرار بده و روز قیامت از این نعمت بزرگ که شفاعت کردن آن بر تو می شود سزاواری آن بگرد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند و راه هدایت این راه قرآن است.